خدمت یکایک دوستان و دانشجویان گرامی امیرحسین محمدی هستم و قصد دارم که یک دوره جدید فوق‌العاده و بسیار بسیار کاربردی رو برای شما استارت بزنم. دوره‌ای که در حقیقت من میخوام استارت بزنم CTF چالش هستش. اما نمیدونم شاید تا الان کلمه CTF به گوشتون خورده باشه، شاید نمیدونم توی فیلم های سینمایی شنیده باشید، شاید توی مقاله هایی که در حوزه سکیوریتی و امنیت هستش در حقیقت این کلمه رو شنیده باشید، یا شاید هم حتی کاملا میدونید که CTF چالش چی هستش. من اول در مورد CTF چالش صحبت کنم. یک در حقیقت عبارت دیگه‌ای هم نزدیک به همین CTF چالش هست و اصلا کلا یکی هستن. Capture the flag، یعنی فلگ رو، پرچم رو به دست بیار. اما منظور از فلگ چیه؟ منظور از CTF چالش چیه؟ خب دانشجویانی که در حوزه سکیوریتی و امنیت در حقیقت به توانایی بالایی میرسن، یعنی دوره‌های در حقیقت عمومی امنیت رو پاس میکنن، حتی دوره‌های تخصصی رو یاد میگیرن، با انواع در حقیقت متدهای تست نفوذ، چه تست نفوذ شبکه، چه تست نفوذ وب آشنا هستن، میتونن در حقیقت در مسابقات CTF چالش شرکت کنند. در کشور ما هم حتی این مسابقات برگزار میشه و حتی میتونید شما حالا با سرچ کردن و اطلاع پیدا کردن از برگزاری چنین مسابقاتی ثبت نام کنید و مسابقات رو شرکت کنید. بسیار مسابقات مهیجی هستش که هم در حقیقت دانشجویان میتونن سطح مهارت عملی و در حقیقت کاربردی خودشون رو بسنجن، هم تجربه های بسیار خوبی رو کسب میکنن، به خصوص در حقیقت با آسیب پذیری های جدید آشنا میشن، میفهمن که در حقیقت باید چجوری هاردنینگ کنن. بسیار بسیار مهم هستش. اما در حقیقت CTF چیه و CTF چالش چیه؟ تصور کنید یک نفر یا یک گروهی میاد در حقیقت یک لینوکس اوبانتو رو نصب میکنه. حالا شروع میکنه روی این لینوکس اوبانتو یه سری اپلیکیشن میذاره، یه سری سرویس میذاره، یه سری فایل میذاره، تنظیمات و کانفیگ هایی در حقیقت در خصوص خود سیستم عامل، خود اون فایل ها، خود اون سرویس ها و اپلیکیشن ها انجام میده که آسیب پذیرن. مثلا ممکنه در حقیقت وب سرور آپاچی که اونجا گذاشته مثلا CVE داشته باشه، بشه مثلا اکسپلویتش کرد و در حقیقت دسترسی گرفت، یا سرویس SSHش، یا یک فایلی اونجا وجود داشته باشه که پرمیژنش در حقیقت پرمیژن رایت کردن باشه. نهایتا خیلی کلی بهتون میگم، یک سیستم عاملی رو، حالا ممکنه لینوکس باشه، ممکنه مک باشه، ممکنه ویندوز باشه، پیاده سازی میکنن که در حقیقت آسیب پذیری های مختلفی توش وجود داره و میان چند تا سوال رو طرح میکنن. مثلا میگن 4 تا فلگ رو شما باید به دست بیارید. خب فلگ اول میشه همون سوال اول، چیکار باید بکنید؟ مثلا اولین در حقیقت علامت سوال این CTF، اولین فلگش به دست آوردن یک CMD یا یک شل هستش. فلگ دومش اینه که شما تبدیل بشه به یوزر روت یا یوزر ادمنستریتور. فلگ سومش اینه که بتونی مثلا مینتین اکسس کنی. فلگ چهارمش ممکنه بخوای کار دیگه انجام بدی. غالبا هر کدوم از این مراحل که انجام بدید و در حقیقت کسایی که هر 4 فلگ رو انجام بدن، خب اونها برنده این مسابقه و برنده این چالش و چالش هستن. خب غالبا هرچی توانایی دانشجویان بالاتر باشه، در حقیقت خب اونها نسبت به کسایی که در حقیقت تواناییشون پایین‌تر هستش زودتر و با احتمال بیشتری میتونن این CTF ها رو حل کنن. اما نکته که وجود داره، یک در حقیقت داریم واژه اینجا میبینیم به نام هک د باکس و یک مکعبی اینجا وجود داره نوشته که باکس رو هک کن. این یعنی چی؟ میخوام در حقیقت برگردم به یه نمونه‌ای که در حالا فیلم‌های سینمایی شاید دیده باشیم. خیلی از فیلم‌های سینمایی در حقیقت وجود دارن که مثلا یک تعداد افراد در یک مثلا خونه‌ای در یک مکعبی گیر میکنن. بعد در حقیقت برای اینکه بتونن از اون مرحله عبور کنن، یک در حقیقت چالش براشون پیاده سازی میشه، یک سوالی ازشون پرسیده میشه. حالا ممکنه یک سوالی باشه که در حقیقت سوال ریاضی باشه، یه معادله باشه، یه تست در حقیقت هوش باشه.
خب وقتی که در حقیقت این انجام میشه، حتی ممکنه اون چند نفری که تو اون اتاق هستن، توی اون مکعب هستن، با همدیگه همکاری کنن، با همدیگه مشورت کنن و در حقیقت این سوال و این در حقیقت چالش رو پاسخ بدن، میرن سراغ سوال بعدی. دوباره اونجا ممکن در حقیقت یک CTF دیگه باشه، یک چالش دیگه باشه. در حقیقت همین فلگ هایی که در ما مبحث CTF چالش داریم مثل همون سوالات و تست های هوشی هستش که از اون افراد پرسیده میشه و اگر با موفقیت در حقیقت پشت سر میذارن و پاسخ میدن، میرن مرحله بعدی یا فلگ بعدی. و نهایتش این بود که تو این فیلم ها اگر همه در حقیقت سوالات رو چالش ها رو درست پاسخ میدادن، مثلا از اون مکعب کلا خارج میشدن و از اون حالا حصار یا زندانی که به شکل مکعب بود خارج میشدن. پس این هک باکس داره یه جورایی به اون موضوع اشاره میکنه. اما نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که در حقیقت این CTF چالش ها همه متفاوت هستند. خب همه مثلا همشون تو یکی نیست. مثلا میبینید یه بار سیستم عاملش فرق میکنه، یه بار میبینیم سیستم SSH سرویس SSHش آسیب پذیره و شما از طریق اون سرویس SSH میرید فلگ ها رو به دست میارید. گاهی وقتا از سرویس میل و پست فیکسش هست، گاهی وقتا از سرویس انجینیکس و آپاچیش هستش. خب یعنی شما در حقیقت اول یک نقطه شروع دارید، برای در حقیقت شروع کنید و حالا با توجه به اون CTF، چون هر CTF ممکنه چند تا فلگ باشه، CTF ها فلگاشون با هم یکسان نیست، ممکن توی یک در حقیقت CTF یه دونه فلگ داشته باشه، توی CTF 30 تا فلگ داشته باشه، بسته به بزرگی و پیچیده بودن اون CTF داره. در حقیقت یک نقطه شروعی داره. شما در حقیقت باید اینفورمیشن گدرینگتون، ریکانسنستون، انومریشنتون رو خوب انجام بدید که در حقیقت بتونید چیکار کنید، اولین فلگ رو کسب کنید. اگر توی این مرحله موفق نباشید و نتونید در حقیقت اون راه نفوذی رو پیدا کنید، هیچ وقت نمیتونید تا آخر CTF جلو برید و همه فلگ ها رو به دست بیارید. اما نکته مهمی که وجود داره چیه؟ نکته مهمی که وجود داره اینه که من از دوستان و دانشجویانی میخوام که این رو تهیه کنن که حداقل توجه کنید که حداقل دوره سکیوریتی پلاس، دوره CH و دوره PWK رو پشت سر گذاشته باشن. چرا؟ چون ما در این CTF هایی که میخوایم به شما بگیم همه چیز هست. تست نفوذ شبکه هست، تست نفوذ وب اپلیکیشن هست، هر آن چیزی که در دوره سکیوریتی پلاس، CH، PWK و حتی فراتر از اون در دوره سنز 542 و سنز 580 گفتیم اینجا همه هست. یعنی در حقیقت هم به عنوان یک تمرین برای تست کردن مهارت خودتون میتونید از این دوره استفاده کنید، هم به عنوان یک در حقیقت تمرینی هستش که در آینده که انشاءالله میخواید در پروژه های ارزیابی امنیتی، پروژه های تست نفوذ شرکت کنید، واقعا خودتون رو محک بزنید. تصور کنید مثلا یک IP به شما میدیم و میگیم حالا شروع کن، مثلا چیکار کن، فلگ ها رو به دست بیار. در حقیقت یه جور پروژه تست نفوذه. خود این یک جور هر کدوم از CTF هایی که به شما میگیم و در حقیقت مشخص نیست فعلا چند تاه، چون به مرور زمان این زیاد میشه، خودش یک پروژه تست نفوذ هستش و شما میتونید در حقیقت توانایی عملی خودتون رو اینجا محک بزنید، بفهمید که نقاط قوتتون چیه. آیا مثلا سرویس های لینوکسی رو خوب بلدید؟ آیا سرویس های ویندوزی رو بلدید؟ آیا توی پریویلج اسکیلیشن مهارت دارید؟ آیا توی اینفورمیشن گدرینگ و انومریشن مهارت دارید؟ آیا توی اکسپلویت کردن مهارت دارید؟ آیا توی پیدا کردن باگ ها و ضعف ها مهارت دارید؟ پس در حقیقت من از شما دانشجویان میخوام اگر دوره سکیوریتی پلاس، CH و PWK رو پشت سر گذاشتید یا اینا رو بلدید، حالا شاید دوستانی که این دوره ما تهیه میکنن اصلا از دوره های من خریداری نکرده باشن و خودشون اینها رو مثلا بیرون کلاس‌های حضوری رفتن و یاد گرفتن، پس حداقل حتما این سه تا دوره رو باید پشت سر بذارید. اگر دوره 542 و 580 هم که رفته باشید که دیگه فوق العاده است، ولی الزامی من برای این دو تا دوره نمیبینم. پیشنهادم اینه که در حقیقت اگرم میتونید 542 رو برید، 580 هم برید، اما اگر نرفتید هم مشکلی پیش نمیاد و با رفتن دوره های سکیوریتی پلاس، CH و PWK میتونید در این دوره فوق العاده حرفه‌ای شرکت کنید. دوستان ما تمام مواردی که برای شما داریم میگیم، در حقیقت تمام دوره هایی که تا الان
در حقیقت برای شما تهیه کردیم، هدفمون افزایش سطح امنیت شما برای مقابله با تهدیدات، برای مقابله با حملات سایبری هستش، برای اینکه در حقیقت شبکه شرکتتون، شبکه سازمانتون رو سکیور کنید، امن کنید. شما اگر با تکنیک ها و ترفندهای هکرها آشنا نشید، نمیتونید در حقیقت در مقابل حملات و تهدیدات سایبری دفاع کنید و در حقیقت مقابل اونها وایسید. باید شما در حقیقت انواع تکنیک ها، انواع ترفندها، انواع چالش ها و CTF ها رو ببینید، خودتون رو درگیر کنید، بعد یاد خواهید گرفت که باید چجوری شبکه خودتون رو هاردن کنید، چجوری باید تنظیمات و کانفیگ‌های لازم رو برای امن کردن و قدرتمند کردن سرورها، دیتابیس‌ها، سرویس‌ها، پروتکل‌ها و در حقیقت شبکه‌هاتون انجام بدید. پس هدف اصلی ما این هستش. و نکته جالب دیگه که وجود داره و بسیار بسیار مهمه اینه که در این CTF ها شما دقیقه به دقیقه شما دارید مطلب یاد میگیرید. یعنی فکر نکنید که ما اومدیم مثلا چه میدونم CTF هایی رو انتخاب کردیم که دقیقا همون مواردی هستش که در دوره CH گفتیم، در دوره PWK گفتیم، در دوره سنز 542 گفتیم. نه، تمام موارد اینجا جدید هستن، ولی متد استفادهش رو توی CH گفتیم، متد استفادهش و نحوه استفادهش رو توی دوره PWK، توی دوره 542 گفتیم. اگر شما اونا رو بلد نباشید، هیچ وقت درک درستی از این CTF نخواهید داشت. به همین دلیل هست که تاکید میکنم که دوستانی که سکیوریتی پلاس CH و PWK یا حداقل رفتند وارد این دوره بشن. اما نکته که وجود داره همون مبحث باکس بود، هک د باکس، بازی هایی که فیلم هایی که در حقیقت در تحت قالب یک مکعب هستن و چند نفر جمع میشن. CTF چالش هایی که در دنیا برگزار میشن و این حالا تصاویری هستش که میبینید، در حقیقت گروه هایی میان سر میزها میشینن، هر کدوم از اینها ممکنه یک گروه باشن و به صورت گروهی دارن این CTF رو حل میکنن، به صورت گروهی میخوان اون فلگ ها رو به دست بیارن. خیلی هستن، میتونید تو اینترنت این تصاویر رو ببینید در کشورهای مختلف. مثلا این یک گروه هستش، یا مثلا این یک گروه هستش، گروه بعدی روی میز بعدی نشسته و در حقیقت اون CTF ها و چالش های و فلگ هایی که در حقیقت مطرح شدن در اون مسابقه باید چیکار کنن؟ باید بیان و در حقیقت پیدا کنن با هم. گاهی وقتا هم ممکن در حقیقت گروه های تک نفری باشن، بعضی هم گروه های چند نفری باشن. بسیار جالبه، بسیار در حقیقت افرادی که سطح دانش بسیار بالایی دارن در این مسابقات شرکت میکنن. اما این هک د باکس، من این هک د باکس رو از کجا آوردم؟ ما یک وبسایتی داریم به نام در حقیقت hackthebox.com. این hackthebox.com هم در حقیقت همینه، میاد برای شما در حقیقت CTF های آسیب پذیر با پلتفرم ها، معماری ها و ساختارهای مختلف و برای اینکه شما در حقیقت مهارت خودتون رو در حقیقت ارزیابی کنید ایجاد کرده. میتونید یه ثبت نام کنید در حقیقت و بیایید و از این CTF ها استفاده کنید. پس اینجا در حقیقت این هک د باکس که ما آوردیم در حقیقت برای این هستش که شما بیاید چیکار کنید؟ بیاید مهارت خودتون رو تست کنید. حالا ما CTF هایی که به شما میدیم لینک دانلودش هم بهتون میدیم و در حقیقت باید روی ویرچوال باکس اونها رو ایمپورت کنید. یعنی یه فایل، یک لینوکسه که آسیب پذیره، ازش اکسپورت گرفتن در قالب فایل OVA، اون رو توی ویرچوال باکس ایمپورت میکنید، لینوکس بالا میاد. حالا با کالی لینوکس یا با ابزارهایی که روی کالی لینوکس هست شروع میکنید چیکار میکنید؟ شروع میکنید در حقیقت تست نفوذ انجام میدید تا بتونید اون فلگ ها رو به دست بیارید. اگر بخوایم با این سایت در حقیقت آشنا بشیم، اگر بیایم اینجا، حالا نگاه کنید یک قسمتی داشت که اینجا مثلا نگاه کنید، اینجا در حقیقت CTF های خودش رو گذاشته، گفته مثلا 18 تا ماشین 34 تا فلگ داره این CTFش. اوکی، بعد حتی میگه چه مهارت هایی باید بلد باشید برای اینکه بتونید این CTF ها رو حل کنید. من برگردم عقب، اینجا نگاه کنید چه مهارت هایی باید بلد باشید. مثلا گفته باید در حقیقت بایپسن آنتی ویروس بلد باشید، لترال موومنت بلد باشید، لوکال پریویلج اسکیلیشن بلد باشید، تانلینگ و پیوتینگ بلد باشید، وب اپلیکیشن انومریشن اند اتک بلد باشید، اکتیو دایرکتوری انومریشن بلد باشید. همه اینها رو ما در دوره هامون
خدمتتون توضیح دادیم تهدیداتی که در این حوزه ها وجود داره، ضعف‌هایی که در این حوزه ها وجود داره به صورت کامل و عملی برای شما در حقیقت توضیح دادیم، دمو کردیم، برای اینکه در حقیقت بدونید تو این حوزه چه ضعف‌هایی شما دارید، چه تهدیدهایی وجود داره که بر اساس اون تهدیدها و درک درستی که از طریق دمو کردن این تهدیدات به شما داده میشه بتونید شبکه‌های خودتون رو، سرورهای خودتون رو چیکار کنید؟ امن کنید. حالا قسمت‌های خیلی مختلفی داره در حقیقت بچه‌ها، سیستم عامل‌های مختلف، حتی ویندوز، لینوکس، خیلی زیاد میتونید ثبت نام کنید و در حقیقت اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. 256 تا ماشین داره در حقیقت که برای اینکه شما بیاید چیکار کنید در حقیقت سطح دانش خودتون رو تست کنید، میتونید در حقیقت ساین این کنید و حتی شرکت کنید. مسابقات هم خود این داره، میگه نکنید for all skill level، برای همه افراد در لول های مختلف. یعنی مثلا شما ممکنه لولتون متوسط باشه یا آماتور باشید یا حرفه‌ای باشید یا فوق حرفه‌ای باشید، در حقیقت ماشین های همه سطوح رو برای در حقیقت دانش و مهارت دانشجویان به همراه داره این هکت باکس. حالا دوستانی که در حقیقت تمایل داشتن اطلاعات بیشتری به دست بیارن میتونن به این سایت مراجعه کنن. اما ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم در حقیقت به شما CTF های رو بهتون بگیم و بعد چیکار کنیم؟ خود من اون CTF ها رو برای شما حل کنم. توضیحاتی هم داده میشه ولی حتما بازم تاکید میکنم این که فکر کنید خب فقط من بذار ببینم که در حقیقت داره چیکار میکنه استاد و خب من هم یاد میگیرم، این اشتباهه. باید اون دوره‌هایی که خدمتتون نصبم حتما پشت سر بذارید، ویرچوال باکس رو باید نصب کنیم و CTF هایی که دارم رو چیکار کنیم؟ اینجا ایمپورت کنیم که ما در هر CTF، در هر ویدیویی که یک CTF رو در حقیقت حل میکنیم و فلک ها رو به دست میاریم راهنمایی میکنیم که چطوری در حقیقت اون رو ایمپورت کنید، ضعف‌ها و مشکلات چیه، خود CTF ها فلک ها چی هستن و در آخر همه اون فلک ها رو چیکار میکنیم؟ به دست میاریم. موفق باشید.